اوضاع امروز ایران و سردرگمی اپوزیسیون. تمامی شواهد و قرائن بیانگر این واقعیت است که امروزه در ایران سیستمی نرمال و متعارف وجود ندارد. نگاهی به اوضاع جاری در تمامی عرصه‌ها بیانگر این مدعاست. حداقل نمودهای عینی آن را از زمانی قریب به 1.5 سال پیش و در جریان وقوع زلزله در کرمانشاه شاهد بودیم. نوع مدیریت و رسیدگی به فاجعه سیل اخیر در استانهای شمال شرق، جنوب و جنوب غربی ایران این نقیصه را به عینه به نمایش گذاشت. با مروری کوتاه و اجمالی بر فایل‌های ویدیویی موجود در شبکه‌های اجتماعی و استمداد مردم آسیب دیده از مردم سایر نقاط ایران برای امداد رسانی به آنان، میزان و نقش مردم در یاری رسانی به مردم مناطق سیل زده، سهلنگاری، عجز و ناتوانی رژیم و ارگان‌های عریض و طویلش و موج اعتراضی و نارضایتی مردم از نحوه و نوع مساعدت و امداد رسانی به آنها و این موضوع که مردم در اظهار نارضایتی خود صراحتاً عالی‌ترین مقام حکومتی را مورد خطاب قرار می‌دادند، خود گویای اوج فاجعه بود. دردناکتر از آن نیز وارد شدن مقامات شاخص حکومتی به موضوع و تلاش برای قبولانیدن مواهب بیشمار سیل و زلزله به مردم بلازده و سایر مردم ایران است. همان گونه که خمینی جنگ را موهبت الهی قلمداد می‌نمود، این بار نیز با همان ترفند نخنما، طوفان، زلزله و سیل نازل شده بر مردم را رحمت و امتحان الهی جلوه داده و این بلایا را ناشی از میزان و شدت قربت مردم ایران به الهی بقبولانند. همان گونه که تا دیروز در مذمت ملخ و ملخخواری داد سخن سر می‌دادند و رساله و فتوا پیرامون آن صادر می‌کردند. امروزه می‌بینیم که به منابر و تریبون‌های داخلی اکتفا ننموده و حتی عوامل نفوذی خود در رسانه‌های خارج از ایران را به خط نموده که در مدح و ستایش و میزان بالای پروتئین و ارزش خوراکی ملخ به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. به جای ارائه خدمات به مردم آسیب دیده و رسیدگی به مشکلات آنان، گسیل مزدوران خارجی و استقرار آنان در مناطق سیل زده که با توجه به سیاست‌های غلط و نالایقی رژیم اسلامی مرکز ثقل و پتانسیل بالقوه انفجاری اعتراضی هستند و نیز کردستان که کانون 40 ساله مقابله بی امان با رژیم اسلامی و سنگری تسخیرناپذیر که تا به امروز تن به سلطه سیستم توتالیتر حاکم بر تهران نداده است. تنیده شدن بحرانی همه جانبه در تمامی عرصه‌های تار و پود رژیم و موج فزاینده اعتراضات و سیل فراگیر و گسترده و ریزش نیروهایش در داخل کشور از یک سو، بی‌اعتباری جهانی فاصله گرفتن حتی متحدین منفعت‌جوی دیروزین، دست و پا زدن‌های بی‌حاصل و تمسک به ترفندهای دموده و تاریخ مصرف گذشته از سوی دیگر، بیانگر شکست فلاکتبار این رژیم است. اینها نمونه‌هایی از افلاس حکومت تهران و به گل نشستن این زورق فرسوده قرون وسطایی است. اما چه عاملی آن را هنوز سر پا نگاه داشته است؟ مدت مدیدی است که حاکمیت مشروعیت و اعتبار خود را از دست داده است، اما خلأ وجود آلترناتیوی کارآمد، توانمند و مورد اعتماد مردم و نیز عدم اعتماد آنها به نیرو و توانایی و پتانسیل نهفته در خود ایران آن ستون و پایه‌هایی هستند که این کالبد بیجان با تکیه بر آنها سر پا ایستاده و به حیات خود ادامه می‌دهد. امروز اپوزیسیون ایرانی به طور عام به جای پرداختن به اولویت‌ها و پاسخ به نیازهای جامعه مشغول خط و نشان کشیدن برای رقیب سیاسی خود و تقسیم غنایم است.
طیفی از همین اپوزیسیون به دنبال رؤیاهای خود و طیفی دیگر از وحشت احقاق حقوق مشروع و طبیعی ساکنین این سرزمین حاضر به تن دادن به ادامه حاکمیت رژیم اسلامی اند. آستانه تحمل مردم لبریز شده است. رژیم در تمامی زمینه‌ها به بنبست رسیده و انتظار نیرویی را می‌کشد که جسورانه به میدان آمده و این بار مسئولیت تاریخی را به دوش بکشد و آنها خود را گم و گور نمایند. خواه ناخواه سیل نفرت و بیزاری تلنبار شده مردم هر آن راه خواهد افتاد. چنانچه اپوزیسیون نتواند خود را با این موج هماهنگ نموده و هارمونی تحولات پیش رو را با مردم ایجاد نماید و با آن هماهنگ شود، یقیناً خود را در حاشیه خواهد یافت، چون مردم به جان آمده راه خود را خواهند یافت.